این نیست که امروز شما میبینید یهود و نصارا جبهه گرفته در برابر شما. و مسلمان آگاه باش، خیلی پیغمبر علیه السلام خواست که یهود و نصارا بیان توی دام. به خدا محمد رحمت للعالمین. امروز هم خیلی مؤمنین هستن میگه بابا با یهود و نصارا باید تا پیغمبر هم آرزو کرد که با یهود و نصارا بسازد و یهود و نصارا را بیارد توی دایره اسلام. به خدا آرزو کرد رسول الله که این ملاهای یهود، این نصارا اگر اینها تربیت شدن، همه چینی ها تربیت میرن، ساسانی ها تربیت میشوند، جبهه بزرگی برای من تشکیل میشود. لیکن احکام الحاکمین فرمود پیغمبرین تصور را نکن که اینها را تو راضی میکنی. من بهت میگم، من بهت اطمینان میدم. الله میگوید لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. آزاد در برابر اینها نهراسید مؤمنین، به شرطی که شما با اینها جهاد کنید. یهود و نصارا غیر از جهاد دیگه علاجی ندارد، فقط جهاد.